آهنگ بشم به وصلت در دستگاه ماهور از غلام حسین درویش. درویش خان در سال 1251 خورشیدی در تهران متولد شد. پدر او حاجی بشیر اهل طالقان بخش زیدشت بود و ستار می نواخت، با موسیقی کمی آشنا بود و مادرش از ترکمانان بود. غلام حسین توسط پدر همیشه به درویش نامیده می شد و لفظ درویش لفظی بود که همیشه پدر استفاده می کرد برای او و همین دلیل نام خانوادگی او به درویش در اومد و او به غلام حسین خان درویش به درویش خان معروف شد. در 10 سالگی توسط پدر به شعبه موسیقی نظام فرستاده شد که از بخش‌های از دارالفنون بود و به سرپرستی موسی لومر فرانسوی که از مستشاران فرانسوی بود که در ایران خدمت میکرد و در موسیقی ایران تاثیر زیادی داشته. در اونجا درویش خان با خط موسیقی و با نوازندگی شیپور و طبل کوچک آشنا شد. او به همین واسطه به دربار شاهی رفت و آمد میکرد. درویش خان در دوره 4 شاه قاجار زندگی کرد: ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه. بعدها با آشنایی با استاد بزرگ تار آقا حسین قلی به شاگردی ایشون در اومد و ردیف‌های موسیقی رو فرا گرفت و بعدها به کلاس میرزا عبدالله رفت. درویش خان اگرچه به تار معروفه ولی در ستار تبحر بیشتری داشت. در جنبش مشروطه وقتی انجمن اخوت تأسیس شد، کنسرت هایی رو در اون انجمن برگزار کرد و گروه هایی رو رهبری کرد که این گروه ها معمولاً به هدف کمک به مثلا قحطی زدگان روسیه یا حریق زدگان آمل یا کمک به بازسازی و خرابی بازار تهران در هنگام آتش سوزی یا ایجاد مدرسه فرهنگ و همچنین غارت زدگان ارومیه برگزار می شد و درویش عواید اینها رو برای امور خیریه هزینه می کرد. او همچنین عاشق گل و گیاه بود و در منزل خودش گل و گیاه پرورش میداد. از ابداعات درویش میتونیم ایجاد پیش درآمد رو به همراه و همکاری رکنالدین خان مختاری که در یکی از این کنسرت‌های انجمن اخوت تصمیم گرفتند یک ضربی به صورت گروهی قبل از درآمد با هم اجرا کنند نام ببریم. ابداع پیش درآمد ایجاد یک فرم جدید در موسیقی ایرانی بود که برگرفته از گوشه های یک دستگاه یک ضربی می ساختند. این ضربی به صورت سنگین معمولا اجرا می شد و به صورت گروهی قبل از ورود به درآمد دستگاه نواخته می شد و درویش خان چند قطعه پیش درآمد هم ساخته که بسیار اجرا می شود و توسط گروه‌های مختلف موسیقی سنتی هم اجرا شده. از ابداعات دیگر او اضافه کردن سیم ششم به تار بود، یعنی سیم هنگام، سیم ما قبل بم که به تبع ستار این کار را انجام داد. قبل از این تار 5 سیمه بود. وقتی به گوش میرزا حسین قلی رسید که درویش همچین ابداعی کرده در مورد پیش درآمد، او یک تار رو بغل کرد و گفت اگر پیش درآمد اینه من میتونم ساعتها پیش درآمد بزنم و به صورت بداهه با اینکه با این فرم آشنا نبود ولی وقتی براش تعریف کردن که چیه به راحتی
میگن چند ساعتی به نواختن یک قطعه با فرم پیش درآمد پرداخت به صورت بداهه. درویش خان 22 آهنگ بر جای گذاشته. او رو به قول سعدی حسنی محقق موسیقی میتونیم اولین کسی بدونیم که در موسیقی ایرانی تحول ایجاد کرد. او همچنین به موسیقی غربی هم نظری داشت و سعی کرد قطعاتی در اون سبک و سیاق هم بسازه و البته او به سفارتخانه‌های مختلف هم میرفت و هشت و نشت داشت با برخی از خانواده‌های سفرا و با اونها هم میگن که هم نوازیگاهی میکرد با پیانو و قطعاتی به سبک و سیاق موسیقی کلاسیک غربی میساخت. او اولین فردی است ایرانی که کلاس موسیقی در ایران دایر نمود و شاگردان بسیار زیادی تربیت کرد. او رسم داشت که برای هنرجویانی که فارغ التحصیل میشن تبرزین هدیه کنه و این تبرزین ها از جنس مس، نقره و طلا بود که طلا به کسانی داده میشد که کل دوره ها رو گذرونده بودن و از جمله این افرادی که تبرزین طلا رو تونستن از درویش خان دریافت کنن مرتضی خان نیداود، ابوالحسن صبا، سعید هرمزی و موسی خان معروفی بود. 54 ساله بود که در شب چهارشنبه 2 آذر 1305 وقتی از یک محفلی از منزل یکی از دوستان به خانه برمیگشت درشکه‌ای اجاره نمود و این درشکه در تهران آن زمان با خودرویی تصادف کرد که یکی از حدود 50 خودرویی بود که در تهران وجود داشت و متاسفانه اولین سانحه تصادف در ایران توسط خودرو به نام او ثبت شد، یعنی درویش خان. او رو مردم به سرعت به بیمارستان بردن. اسب که دو تا اسب در جا کشته شدن، درشکه‌چی هم کشته شد و درویش که ضربه مغزی شدیدی خورده بود به بیمارستان نظمیه تهران که بهترین بیمارستان اون دوره بود انتقال پیدا کرد و بعد از 5 روز درگذشت. او در ظهیرالدوله به خاک سپرده شده میان امامزاده قاسم و تجریش شمرو. تصنیف به شب وصلت با شعر ملک الشعرای بهار هست که همکاری نزدیکی با درویش خان داشته و در سال 1288 این تصنیف ساخته میشه و در یک نمایش به صورت عمومی اجرا میشه. این آهنگ رو در ماهور می بمول اجرا میکنیم. ماهور می بمول درش می بمول داریم، لا بمول داریم و سی بمول داریم. در تارهایی که لا بمول در قسمت سیم ضرب وجود نداره هم میشه در بالا اجرا کرد، یعنی در سیم اول اجرا کرد و همین که میتونیم پرده لا کورونمون رو کمی عقب‌تر بکشیم که لا بمول ایجاد بشه. کوکی که در این قطعه قرار دادیم دو، سول، سی بمول و می بمول. سول سی سی لاس لا سول فا سول لاس 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 سول فا فا سول لاس لا سول سول فا می فا سول سول فا سول فا می فا سول 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 فا فا می سی لا لا سول سول لا سی سول لا سی سی لا لاس لا سول سول فا فا لا سول سول فا فا سول لا فا سول لاس لا سول سول لا سول سول فا فا فا. که در اینها که تحریری داریم راست چپ راست میزنیم. مثلا اینجا سول سول فا 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 که راست چپ راست و بعد اشاره هم داره سول بلا فا بلا. بعد از اون میگیم فا سی سی لا سول سول فا فا می فا سول سول فا
سی لا سول لا. اینجا گوشه فعلی هست که روی لا بمول تاکید میکنه. سول فا می فا سول لا سی سول لا. تکرار میشه سی لا سول لا سول فا می فا سول لا سی سول لا سول لا سی لا لا سول فا سول لا لا دو دو سی لا لا سول سول فا سول لا سی لا لا سول فا سول لا لا سول فا فا سی لا لا سول سول فا فا می فا سول سول فا سول فا می فا سول سول فا فا می. این قطعه با سرعت 76 اجرا میکنیم. به شب وصلت جانا دیوانه شدم، به شب رویت جانا پروانه شدم، جانا پروانه شدم. به ماه روی تو من جانا حیران و ماتم، ز غم عشق تو شد جانا صبر و ثباتم. به حال من نگر دلبر زارا نزارم، جانا زارا نزارم. شیدای تو ام تاج سرم بیا ببرم، روزهای تو ام چشم ترم بنشین ببرم. عاشقم کردی جانا دلم نابردی، به زلف سرکشت دلبر گم شده دلم، جانا خون شد جگرم. به ماه عارضت دلبر حل کن مشکلم، جانم حل کن مشکلم.